اجازه میخواهم معترضانه بگویم که اگر بناست که چنین است در کشور به دنبال عدالت باشیم، بنده به عنوان نماینده مردم استان خوزستان بگویم که در استان خوزستان چراغ عدالت سوسو میزند و بسیار کم فروغ است. عدالت در اختصاص اعتبارات، در اجرای مصوبات، در توزیع اعتبارات، در سپردن مناصب و مسئولیت‌ها، در استخدام‌ها، در حمایت‌ها، در رسیدگی به مشکلات و در رعایت بعضی از امور و اصول متاسفانه می‌بینیم در خوزستان این مطلب به حد اقل است. آیا این عدالت است که نفت و گاز دودش در چشم مردم و سودش جای دیگر و با این کلام دهان ما را ببندند که همه جای ایران سرای من است؟ بر منکرش لعنت. اما آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام نیست؟ نمیگویم که بر جای دیگر حرام باشد، اما کی میخواهید شهرها و روستاهای استان را حداقل به گونه‌ای باشد که ما رو داشته باشیم، شرم زده نباشیم در پیشگاه مردم از اینکه گاز را از زیر پای ما میکشونید اما به ما نمیدهید؟ تا کی میتوانیم توجیه بکنیم؟ اگر فردا هم اعتباری به دست آید میگویند پروژه تعریف شده اعتبار میخواهد، حالا که اعتبارش آمد گاز به حد کافی نداریم. چرا؟ چون گاز را به مناطق برخوردار ما قبلا ارسال کرده ایم. پروژه های عظیمی را در کل کشور نفت به اجرا درآورده. حالا که بعد از این همه فریادها به ما به خود آمده‌اند میگویند که منع قانونی دارد، دیوان محاسبات اشکال میگیرد، مشکلات کارگران و استخدام و جذب و ساخت و ساز منازل و امور رفاهی و بهداشتی را که در جاهای دیگر کامل اما به خوزستان که رسیده است میگویند کارخانه ها خصوصی شده است یا در حال خصوصی شدن است و دولت تعهد ندارد. آیا باور میکنید که ما کارگرانی امروز داریم که بیش از 13 ماه حقوق نگرفتند؟ چگونه اینا در برابر فرزندان خودشون پاسخ داشته باشند؟ در خودگردانی بیمارستان ها، در اعتبارات خشکساری، در رسیدگی به امور بازنشستگان، در ایجاد فرصت های شغلی. اما آب را خداوند جاری کرده به سمت و سوی جلگه خوزستان. وقتی که طرح عظیم مقام معظم رهبری مطرح می شود میگویند که آب کمبود است در اونجا، ولی اون زمانی که به هر حال بحث انتقال آب کارون مطرح می شود نمیدانیم آیا قسم حضرت عباس را یا دنب خروس را ما باور کنیم. اون جایی که بحث 800,000 هکتار مطرح می شود میگویند که چی؟ کمبود آب. و اون جایی که میبایستی اشتغالی ایجاد بشه، کشتی بشه و امثال آن میگویند که بله آب فراوان است، باید در جای دیگر منتقل شود. و همون وزارتی که برای انتقال آب برنامه ریزی میکند اونجا فریادش بلند است که آب وجود ندارد و امروز رودخانه کارون به فاضلاب کارون تبدیل شده است. مردم اون چرا که از آب مصرفی داشته و دارند به حدی آلوده و بدطعم است که حتی نباید دست و صورت را با اون شست. خب بد نیست بدانیم که اشتغال در شهرستان اهواز کمتر خانواده‌ای پیدا می شود که بیکار نداشته باشد، در حالی که غیر بومیان به راحتی اونجا به کار گمارده می شوند. مرتب از ناامنی و افزایش سرقت در شهرستان به ما گزارش می رسد. آیا فقر و بیکاری عامل اصلی آن نیست؟ آیا اون زمان که از راه حرام یک شبکه اقتصادی غیر قانونی فعالیت داشته و آمار جرایم کاهش پیدا کرده ما نمیتوانیم از راه حلال و قانونی به چنین کاری بپردازیم و آمار بیکاری رو به حداقل برسانیم؟ همین شبکه اقتصادی که هنوز 4.5 سال گذشته مشکلش را حل نکرده ایم، با وجود اینکه اعتبارات لازم را برای رفع و فتق امورش ما از تهران گرفته ایم، ولی مثل اینکه اراده‌ای وجود نداره یا واهمه دارند برای حل آن. در خوزستان بعضی وقتها کارهایی می شود که نمیدانم بر آن چه اطلاق بکنم. زمین های آبا و اجدادی مردم را و کشاورزان را با وجود داشتن سند و نسب و ریشه و کشت زراعت میگیرند و ملی اعلام میکنند و فرزندان آنان را حتی در اون زمین ها به کار نمیگیرند. آیا جا دارد من از تریبون مجلس
این مسائل را بگویم و مردم که عیال الله‌اند ما بترسیم از غضب الهی در برابر آنها و آنان را و حقوق آنان را با چشم حقارت ننگریم. معتقد هستیم که مفسد فی الارض فقط اونی نیست که فساد را ظاهر و آشکار کند، اون که بی تدبیری کند و اون کس که حق مردم را ضایع کند و اون که قبول مسئولیت کند اما ناتوان است، این نوعی افساد فی الارض است. خدایا کاری بکن که ما آثار مصوبات استانی را سفر اول و دوم را با چشم خود ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکریم. ناطق بعد رو دعوت بفرمایید.